با ما در ست سلام صبح بخیر قاری عبدالباسط سروری حافظ قرآن کریم همچنان هستن، حضور دارن. خیلی سپاسگزارشون هستم. سلام بر شما و خسته نباشین. خیلی خوش آمدید. تشکر. سلام بر شما جناب عباسیسی بزرگوار. بخیر باشین. علیکم سلام. بخیر باشین. خیر نصیبتان. بابت این که امروز 27 ماه مبارک رمضان هست، ما موضوعات کاملا موضوعات دینی و اسلامی گرفته بودیم. از جناب قاری صاحب ما خواستیم که در اخیر ما یک قرائت زیبا داشته باشیم، چون لحظات پایانی برنامه است و قرائت زیبا را میشنویم از ایشان به خاطر منور شدن روز ما و روزگار ما و همچنان دعای خواهد داشتیم. جناب قاری صاحب از شما قرائت زیبا و قشنگ داشته می باشیم، بفرمایید. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. تنزل الملائكة والروح فيها تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. آمین. إله العالمين این تلاوت من را به بارگاه خودت قبول و مقبول بفرما. الهی پروردگارا به برکت این ماه مبارک و به برکت قرآن عظیم و شأن مشکلات ملت افغانستان را حل و رفع بگردان. همه دوستان و عزیزانی با بینندگان عزیز مشکلاتی که دارن پروردگارا مشکلات همه مایان را حل و رفع بگردان. الهی پروردگارا مریضان را شفای عاجل و کامل نصیب بفرما.
الهی پروردگارا مشکلات اقتصادی امتی مسلمه افغانستان را حل و رفع بگردان. الهی پروردگارا ملت فلسطین را از این مشکلاتی که دامنگیرشان است، الهی پروردگارا اهل غزه و فلسطین را خودت از زیر ظلم ظالمان نجات بدی. الهی پروردگارا امن و امان را نصیب اهل فلسطین و اهل غزه بگردان. الهی پروردگارا همه کسانی که در ریختاندن خون طفل و زن مرد و فلسطینی و اهل غزه دست دارن، الهی پروردگارا دستای ایشان را قطع بگردان. الهی پروردگارا به برکت این ماه مبارک خواسته های مشروع همه مایان را برآورده خیر بگردان. صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علی آله و اصحابه. اله آمین. خیلی سپاسگزار هستم جناب قاری صاحب عبدالباسط سروری، خیلی سپاسگزار بابت تلاوت زیبایتان. خداوند طاعت عباداتتان قبول درگاه الهی قرار بده. بخیر باشین.